چند خبر دیگر. هویت یک شهدای شهرستان داراب که سال 77 پیکرش به عنوان شهید گمنام در تبریز دفن شده بود شناسایی شد. این شهید سال 63 در راه دفاع از خاک میهن اسلامی به شهادت رسید. امروز فرمانده ارشد نظامی آجا در فارس و مسئول ایثارگران نیروی زمینی ارتش خبر شناسایی هویت او را اعلام کردند. یا قبری هست میریم آدم در دلش میگه حرفشو میزنه، ولی شهدای گمنام ما همه چشم‌برای خیلی سخت. آدم یه عزیزی بره ازش بره مسافرت تا اون بر نگرده خیالش راحت نمیشه. لذا این حس رو ما تو مجموعه ایثارگران برای خودمون یه تکلیف می‌رسیم عزیزان، بتونیم این عزیزان رو با همکاری کمیته مفقودین و گروه تفحص و همکاری سردار باقرزاده عزیزمون بتونیم از این حالت این رو در بیاریم.